بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز، بارك الله فيكم جميعا. إن شاء الله نود بكمك الله مطالعة درس از كتاب الأربعون في أصول الدين وقواعد الشريعة را میخونیم إن شاء الله. در این فصل هستیم که فصل به نام التوحید هو حق الله الخالص على عباده وهو أعظم ما أمر الله تعالى به عباده. میگه توحید اون خالص حق الله متعال بر بالای بندگان خود هسته و بزرگترین آنچه که الله متعال با او امر کرده است بنده های خود را. یعنی توحید این خالص حق الله متعال است، یعنی که الله متعال این مخلوق ها را که خلق کرده است، چه انسان ها باشه و چه جن ها باشه، با تنها الله متعال عبادت بکنند و از عبادت غیر الله، از کفر، شرک، نفاق باید پرهیز بکنند. و توحید اصل اساس دین است. یعنی اگر یک انسان در توحید که مشکلی داشته باشه، دیگر اعمالهاش برای او هیچ فایده رسونده نمیتونه. زیرا تنها چیز سبب کامیابی و پیروزی انسان در دنیا و هم در آخرت میشه اون توحید است. اگر در دنیا انسان توحید نداشته باشه، دیگر او با او یک معامله مثل کفار میشه. یعنی اگر از دنیا با کفر، با شرک از دنیا رفت، دیگه بالای او نماز خونده نمیشه، جنازه هم که نشید، کفن هم نمیشه، در قبرستان مسلمان هم دفن کرده نمیشه و براش دعای استغفار هم کرده نمیشه و در روز قیامت این انسان کامیاب نمیشه. زیرا که الله متعال برای هر یک قوم، قبیله و آخرین پیغمبر برای تمام امت، نه فقط برای انسان و همچنین برای جن ها و فرستاد، امر به عبادت که باید تنها الله متعال عبادت شود، از عبادت های غیر الله باید انسان ها پرهیز بکنن. الله متعال در اینجا میفرماید سوره کتاب از این سوره بقره آیه 21-22 سوره بقره که الله متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، اینجا ناس گفته هم کافرها در برادر هم مسلمان ها را. اعبدوا، شما عبادت کنین پروردگار خود، اون پروردگاری که شما را خلق کرد و کسانی که پیش از شما بود. نه تنها شما و کسانی پیش از شما و پدر بزرگ های شما را اون الله متعال خلق کرد. یعنی که به وسیله این کار باشد که شما پرهیزگار شوید. وقتی که شما موحد یک تو پرست میشه، این سبب میشه که شما تقوا را حاصل بکنید. دوباره اون ذاتی که بالای این بنده ها این نعمت های خود را ارزانی کرده است که بعد از شنیدن این نعمت ها باید بنده ها خالص الله را عبادت بکنند. میگه که الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل. میگه اون ذاتی که زمین برای شما فرش قرار داد. یعنی گهکنه زمین نه سخت است نه نرم. اگر سخت میبود شاید انسان ها کمی میرفتن خسته میشن، اگر نرم میبود شاید انسان ها اصلا رو رفتن نمیتونستن. اما ایرا مثل یک فرش قرار داده است. و آسمان را سقف، یعنی که همین مثل خونه که مثلا سقف داره، انسان از گرمی، از سردی، از باران، از بگیم که حشرات حفاظت میکنه. همین آسمانی که ما در بالای سر ما شماست، از تمام همین چیزها ما را حفاظت میکنن. یعنی که اگر از اون بالا، از دیگه آسمان بالای سر ما شما یگان چی بیاید، این آسمان چی کامل مثل سقف را نگاه میدارد، از شاب سنگا باشد، یگان چیزهای دیگه باشد. میگه و انزل من السماء ماء، پس میگه اون نازل کرده آسمان آب، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس میگه با وسیله این خارج کرد برای شما میوه‌جات، یک رزق برای شما. از آسمان آب میآید، زمین ها سرسبز میشوند، از بگیم که درخت ها میوه، چیزهای بگیم که خوردنی برای ما و شما میروه. با وسیله چی؟ با وسیله باران. این رزق کی برای ما داد؟ الله متعال. این بزرگترین انعام و مهربانی الله متعال نسبت به بنده های خود است. و بعد در آخر چی میگه؟ اینه که این ذاتی که قبر شما رزق داد چیکار کنید؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. در برابر الله هیچ ند و همتا هم مثل قراره، در حالی که شما میدونید. پیغمبر آمد توحید گفت، یعنی کفر و شرک برای شما در بیان کرد، پس از کفر شرک نفاق طاغوت پرهیز کنید و تنها الله متعال عبادت کنید.
در حدیث دیگه در اینجا ذکر میکنه، حدیث امام مسلم در صحیح نقل کرد که حضرت معاذ میگه که قال كنت ردف رسول الله صلی الله علیه و سلم علی حمار یقال له عفیر. میگه در پیش پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در بالای خر نشسته که خرش نامش عفیر بود. بعد میگه پیامبر الله گفت که برای ما که قال یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد، گفت آیا میدونی حق الله بر بنده چی است و حق بنده بر الله چی است؟ میگه گفتم که الله و رسول اعلم، گفتم الله و رسول داناتر است، من نمیدونم. گفت فإن حق الله علی العباد ان یعبدوا الله ولا یشرکوا به شیئا، حق الله بر بالای بندگان است که تنها را عبادت کنند و در برابر او چیزی شریک قرار ندن، و حق بنده بر الله عز و جل است که الا یعذب من لا یشرک بالله شیئا، که عذاب ندهد کسی را که در برابر او چیزی شریک قرار نداده است. یعنی کسی که در برابر او چیزی شریک قرار نمیدهد الله تعالی عذاب نمیدهد. بعد میگه حضرت معاذ گفت که قال قلت یا رسول الله افلا ابشر الناس، گفت ما به هیچ چیز مردم بشارت ندم، خبر ندم. پیامبر الله که لا تبشرهم، گفت بشارت نده، فیتکلوا، پس به هیچ چیز اونها تکیه میکنن. یعنی در این حدیث چند مسئله مهم ذکر شد. اول مسئله است که این بگیم که همون فضل حضرت معاذ است که از این مقامی نزدیک با رسول الله صلی الله علیه و آله برخوردار شده، پیش پیامبر الله بود. این مسئله است که در اینجا انسان در بالای یک خر باشه یا یک سواری باشه، دو نفر میتونه باشه. سوم مسئله آداب اخلاق صحابه بود که وقتی چیزی نمیدونستن گفتن الله و رسول اعلم. این موضوع وقتی کسی که از درباره چیزی بپرسن نمیدونم میگن که الله و رسول اعلم باید بگن. و اینجا حق الله برای بنده ها بزرگترین حق همین است که باید تنها را عبادت کنن، در برابر او چیزی شریک قرار ندن. و حق الله، یک حق بنده در برای الله حق لازمی نیست، از باب چیز از باب احسان است که الله تعالی بالای خود همین حق گذاشته است که بنده ای که موحد یک تو پرست است اون عذابش نمیده، یعنی آتش جهنم برای انسان حرام میکنه. بعد آخر حضرت ما آیا به همین چیز مردم خبر بدم؟ پیامبر الله معنی کردیده، گفت نه چی نکن، زیرا که مردم به همین عمل اکتفا میکنن دیگه عمل ها را میگذارن. و اینجا اهل علم بیان میکنن که در آخری پیش از وفات حضرت معاذ هیچ چیز برای مردم گفته بود، اما یک طرز پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نسبت به این موضوعی بود که مبود دیگه مردم همین موضوع را خوب نمیفهمن، فکر میکنن که همین تنها انسان الله را عبادت بکنن، در برابر چیزی شریک قرار ندن، نماز هم نخونه، روزه و حج دیگه هیچ کارم انجام نده او کامیاب بشه. نه، این به این معنا نیست. به این معنا که یعنی که همون کلمه، معنا مفهوم کلمه، یعنی که اگر انسان معنا مفهوم کلمه درست بفهمه و با اون شرط و شروطی که کلمه از انسان تقاضا میکنه و عمل میکنه کامیاب میشه. انقیاد که شرطهای کلمه است، یعنی که فرمانبرداری. اما چیزهایی که سبب کامیابی هست همین توحید است، بعد از اون نماز است. دو چیز، یکم توحید، دیگه نماز. اگر در دیگه عمل ها که انسان ها کم و کاستگی داشته باشن، با وسیله همین دو چیز، در نماز رو کامل باشه و توحید هم مشکل داشته باشن، اونا کامیاب میشن. اگرچه اندازه گناهاشو الله تا خاص عذابت خاص به فضل همین نماز و توحید اونها را میبخشد. دم اکتفا میکنیم. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله